سلام، چطوری؟ خوش اومدیم به ولاگ دیگه با من. آماده شدم دارم میرم سر کار. اینم میکاپ من، یعنی میکاپ که نیست، فقط یه ذره روژگونه زدم، خط چشم قهوه‌ای که مشخص نیست اینجا و با خط لب. تمام. برم ببینم سالن چه خبره. سالن هستی که سالن امروز یکم گرم بود. سلام. What is this, Julie? This is Filipino dish. It's chicken. Okay. Yeah, pineapple, sweet. انقدر خوشمزه است و من عاشق غذای فیلیپینی شدم. واقعا غذاشون خیلی خوشمزه است و خیلی هم خانم هستن، انقدر تمیزن که اصلا شبیه ایرانی ها هستن. داریم میریم هوم سرویس با تاکسی هستیم. میریم جشن هندی ها هست، 5 تا خانم هستن برای ناخن و سشوار و اینا. اینم وسیله هامونه، همکارا. داریم نزدیک میشیم و منم گرسنه هستم. من هیچی نخوردم چون که ساعت 2 داشتم تو این سالن کار میکردم. به من زنگ زد تو سالن پایینی، این سالن که الان باش اومدم هوم سرویس، داشتم غذا میخوردم، سریع جمع کردم رفتم و ما اومدیم به لوکیشن بریم ببینیم چه خبر. خیلی گرسنمه. دارم صف اینا خونه های هندی هستن، جشنشونه، جشن چیزه، همشون چیز کردن، چراغونی کردن خونه هاشون، عیدشونه. امروز شروع شده تا 3 روز دارم. فکر کنم ما این خونه باشیم. اینم راننده. ما داریم میریم، عجله داریم. منم صف کردم، این خونه هست دیگه، پسورد خونم دار. آره فکر کنم همه هندی هستن. سریع بریم، جشنشونه. 5 تا خانم هم داریم اینجا. اینجا همه هندی هست، از اون هندیه پول دارن. همه خونه‌شون چراغونی جشنشونه. اینم بچه ها دارن بازی میکنن. سلام. داریم باور کن کلیدم، احساس میکنم کلیدم تو آسانسور. امروز جشنشونه و چراغونی کردن، شبیه عید ما هست. چراغاشون چقدر خوشگله. کلا بیشتر این خونه اینا زیاد بسته. بچه دارم بازی میکنم. شلو بی زودی عید ما. اینم هوم سرویسه که اومدیم. اینم بچه ها برای اینا هستن، عیدشونه. اینم تیسیم بچه‌هاشون. اینم خوشگل خانه. اینم مشتری من بوده، براش دستاشو درست کردم. خوشحاله. اینم اینجا همه دختر. ما امروز برای اینا کار کردیم و اینم شام برامون گذاشتم. این هندی درست کردم.
میشه. خب چه خونه دارم؟ اینم حیاتشونه. گربه رو پیشون. اینم من اینقدر بهم خوش گذشته امروز که باورم نمیشه. اصلا خسته نیستم. تب خالم